ضمن برگزاری یک همایش با شکوه مسئولان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال گرفتند. در روند این همایش آزمون ناحیوی سفره مادر نیز نتیجه گیری کرده شد. در همایش اعضای ریاست حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، سابقه‌داران، خادمان جمعیتی، راهبران و نمایندگان مقامات دولتی، وکیلان مجلس‌های وکیلان خلق شهر دوشنبه و ناحیه شاه منصور، اعضای کمیسیون کارگزاران و عائله نزد کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور، رئیسان محله‌ها، فعال زنان، اشتراکچیان آزمون هنرمندی سفره مادر، نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه و دیگر مهمانان افتخاری شرکت ورزیدند. ضمن سخنرانی‌های خود شرکت‌داران تاکید نمودند که مادر چراغ خاندان، سرچشمه مهر و محبت و نخستین تربیتگر انسان میباشد. ذکر گردید که حفظ و احیای سنت‌های ملی، احترام و قدرشناسی زنان و مادران و تحکیم عائله سالم از ارزش‌های مهم جامعه معاصر به شمار می‌روند. همچنین تاکید شد که سیاست پیشگرفته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بلند برداشتن مقام زن در جامعه زمینه‌های استوار فراهم آورده است. در برابر این تشبس‌های کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور جهت احیای عنعنه‌های ملی و جلب بانوان به کارهای سازندگی بلند ارزیابی گردیدند. آزمون سفره مادر که با تشبس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور رفته ایستاده است. آزمون یک چند ماه دوام کرد. سفره مادر این اکنون ارجگذاری با مادران می باشد. با کشاده شوی همین آزمون، با 35 سالگی استقلال دولت و با همین تنجی امانی همه را تبریک میکنم و آسمان صاف به غبار باشد، به ما تنجی امانی باشد. در ادامه همایش مراسم جنبست و جایزه سپاری غالبان آزمون هنرمندی سفره مادر که از ماه ینور سال 2026 با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور و کمیسیون کارگزاران و عائله نزد آن در محله‌های ناحیه تشکیل گردیده بود برگزار شد. غالبان از روی شاه جایزه جایهای یکم، دوم و سوم اینچنین بهترین اشتراکچیان در نامیناسی‌های گوناگون با دیپلم و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. این آزمون نه تنها مردم ما را سرجم نمودند، بلکه مهر و محبت هر یک محله های ناحیه شاه منصور را زیاد کرده و بعد برگزاری هر یک آزمونی که در محله برگزار میشد تشکیل میشد، مردم همان محله با یک مهر و محبت بعد رفتن کمیسیون سرجم شده 35 سالگی استقلالیت بزرگمان را جشن میگرفتند و این آزمون سفره مادر باوری داریم که در تمام محله های جمهوری نیز جشن گرفته میشوند. همایش معرفتی فرهنگی تحت عنوان سفره مادر ارجگذاری به ارزش‌های ملی در دوران صاحب استقلالی بار دیگر اهمیت ارجگذاری به مادر، تحکیم عائله سالم، احیای فرهنگ ملی و تربیت نسل صاحب معرفت و وطن دوست را تاکید نموده همچون اقدام مهم در دایره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردید. با همایش برنامه رنگین فرهنگی حسن تازه بخشید. هنرمندان معروف با اجرای سرود و ترانه‌های وطن دوستانه و ملی، اینچنین رقص و ترانه‌های دلنشین فضای ایدانه را غنی گردانیده به چاره‌بینی شکوه و شهامت خاصه بخشیدند. همین طور چاره‌بینی در فضای تن‌تنوی و پر از احساس وطن دوستی جنبش گردید.